دوستان عزیز سلام، من میلاد هستم از کانال فری دریم و امروز قرار هست بهتون آموزش نصب پنل ویتوری رو بهتون بدم که با پنل مرزبان قرار هست این کار رو انجام بدیم. و قبل از هر کاری پیشنهاد میکنم که اگر علاقه من هستید به این موضوع حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، چون کلی ویدیو پلن براتون ساختم و کلی ویدیوی جدیدتر هم قرار هست براتون بسازم که میتونید استفاده بکنید. اولین کاری که برای نصب پنل باید انجام بدیم خرید سرور مجازی هستش که پیشنهاد خودم برای خرید سرور مجازی و جایی که خودم دارم خرید میکنم سایتی هستش که توی این ویدیو و این ویدیو معرفی کردم که پیشنهاد میکنم ویدیو رو ببینید و اگر دوست داشتید از این سایت خریداری بکنید. و به هیچ عنوان پیشنهاد نمی کنم که از سایت هایی مثل هتسنر، آمازون، دیجیتال اوشن، لینود، کامارتا خرید بکنید، چون معمولا آی پی های این دیتا سنتر ها شناسایی شدن و ممکنه خیلی زودتر فیلتر بشید اگر که آی پی سالم بهتون بدن. البته برای همین پیشنهاد میکنم از این سایت هایی که گفتم سرور تهیه بکنید. کلی سایت من بهتون توی کانالم معرفی کردم که میتونید استفاده بکنید. بعد از این که شما سرور رو تهیه کردید نیاز هست که سرور رو وارد نرم افزاری بکنید که بتونید وارد بشید به اون سرور مجازی خودتون، که میتونید شما پوتی رو نصب بکنید که برنامه خیلی ساده ای هست، میتونید دانلودش بکنید از هر جایی که خواستید. ولی برنامه که من میخوام کار بکنم برنامه ترمیوز هستش که این برنامه هم به صورت رایگان وجود داره که میتونید دانلودش بکنید از سایت خودش. نسخه موبایل هم داره که میتونید نصبش بکنید. بعد از اینکه نصب بکنید باید توی سایتش ثبت نام بکنید با ایمیل تا یک اکانت بسازید و اکانت رو توی نرم افزار وارد بکنید. بعد از که این کار رو انجام دادید وارد قسمت هاست ها میشید و روی گزینه نیو هاست کلیک میکنید. حالا توی قسمت لیبل شما اسم سرورتون رو وارد میکنید، یه اسم دلخواه. مثلا من می نویسم مرزبان. توی قسمت دوم توی آدرس آی پی که خریداری کردین رو اینجا وارد میکنید. میان پایین تر توی قسمت پورت فعلا پورت رو 22 قرار میدیم. یوزرنیم معمولا روت هستش و اون دیتا سنتر بهتون میده و پسورد رو هم اون دیتا سنتر بهتون میده که من پسوردم رو وارد میکنم. بعد از اینکه این کارها رو انجام دادید روی سروری که ساختید دابل کلیک میکنید تا لاگین کنید به سرور. روی گزینه add and continue کلیک میکنید. خب وقتی وارد سرور بشید چنین محیطی براتون بالا میاد. معمولا این قسمت رو شما ندارید چون من خودم اضافه کردم. و اولین کاری که نیاز هست شما انجام بدید آپدیت کردن سرورتون هست که دستورش رو من براتون توی فایل تکسی که این ویدیو داره قرار میدم و توی کانال تلگرام با آدرسی که اینجا براتون قرار میدم میذارم. اولین دستور آپدیت هستش که من اینجا پیستش میکنم. apt update and apt upgrade خط تیره y. خب شروع میکنه به آپدیت کردن و آپگرید کردن سرور. معمولا اینجا یک مقداری طول میکشه. اگر که سرور ایران خریداری کرده باشید برای تانل این آپدیت کردن خیلی طولانی تر هستش و بیشتر طول میکشه. برای همین باید منتظر بمونیم تا فرآیند آپدیت تموم بشه. یک قسمتی از آپدیت از شما سوالاتی میپرسه. برای بعضی از دیتا سنترها هیچ سوالی نمیپرسه، برای بعضی از دیتا سنترها سوالی میپرسه که الان به اون قسمت رسیدیم بهتون توضیح میدم که چه گزینه‌ای رو باید بزنید تا این مرحله رو رد بکنید. خب دقیقاً اینجایی که ما رسیدیم از ما یک سوال میپرسه که چندین گزینه داره که سوال اول رو ما اینتر میکنیم و دوباره از ما سوالی میپرسه که الان میاد بهتون میگم باید چه گزینه ای رو بزنید. خب اینجا شما باید گزینه یک رو بزنید و اینتر رو بکنید و بعد از این فرایند آپدیت به صورت کامل تموم میشه. خب میبینید که
زمانی که نوشت دان و دوباره این علامت شارپ اومد یعنی فرآیند آپدیت به صورت کامل به اتمام رسید. خب حالا باید پنل مرزبان رو نصب کنیم. مرورگر رو باز میکنیم و مینویسیم مرزبان گیتاب و آدرس اولی که اومد رو باز میکنیم. میایم پایین توی قسمت اینستال گایدز به این دستور اول رو برمیداریم و وارد ترمیوز میکنیم و با راست کلیک پیست میکنیم. خب فرآیند نصب پنل مرزبان شروع میشه. باید صبر بکنیم تا به صورت کامل این پنل نصب بشه. زمانی که این متن رو در انتهای دستوراتتون دیدید یعنی پنل مرزبان براتون نصب شده. دکمه کنترل و سی رو کلیک میکنید تا از فرآیند نصب خارج بشیم و حالا نیاز هست که ما یک یوزرنیم برای این پنلمون ایجاد بکنیم. خب این دستوری که زیر همون دستور نصب بود رو کپی میکنیم، اینتر میکنیم. خب از ما یک یوزرنیم میخواد، مثلا من میزنم ادمین، پسورد رو هم مثلا میزنم 2020، دوباره پسورد رو میخواد 2020، اینتر. خب یوزرنیممون هم ساخته شد. حالا چطوری به پنل خودمون لاگین بکنیم؟ خب دستورش به این صورت هستش که توی خود توضیحاتش هم نوشته، گفته آدرس آی پی شما یا دومین شما پورت 8000 و داشبورد. خب اینو کپی میکنیم. حالا آدرس آی پی خودمون رو توی مرورگر وارد میکنیم و در انتهاش هم اون پورت 8000 اسلش داشبورد رو میزنه. زمانی که پنلتون بالا اومد اون یوزرنیم و پسوردی که تنظیم کردیم رو وارد میکنیم و وارد پنل میشیم. خب پنل مرزبان خیلی پنل ساده ای هستش ولی خب امکانات خیلی عالی داره. شما بعد از نصب همین پنل میتونید یک یوزرنیم ایجاد بکنید، روی گزینه Create User کلیک میکنید، یک اسم وارد میکنید مثلا میلاد و اینجا میتونید حجم براش مشخص کنید مثلا 10 گیگ و میگه این 10 گیگ به چه صورتی ریست بشه، روزانه، ماهانه، و میگه کی تاریخش تموم بشه. مثلا اگه میخواین یک ماه آینده باشه، امروز مثلا اگه 15 سپتامبر هستش روی این کلیک میکنید و 15 اکتبر رو انتخاب میکنید و کرییت یوزر رو میزنید. پنل مرزبان هم به شما به صورت لینک های جداگانه میده که چندین لینک داشته باشید، هم به شما لینک سابسکریپشن میده که روی این گزینه کپی سابسکریپشن کلیک میکنید، نرم افزار ویتوری ان رو باز میکنید، میرید قسمت سابسکریپشن گروپ، روی گزینه سابسکریپشن گروپ ستینگ کلیک میکنید، گزینه اد رو میزنید، اینجا نامش رو وارد میکنید مثلا تست و اون لینک که بهتون داد رو اینجا پیست میکنید و روی گزینه کانفیگ کلیک میکنید، میبندید. اینجا براتون تست میاد، روش میزنید، میرید روی گزینه سابسکریپشن گروپ و روی گزینه update current subscribe without proxy. خب میبینید که بهمون حدوداً 6 مدل کانفیگ بهمون داد. من همه رو انتخاب میکنم، کنترل آر رو میزنم، میبینید که بهمون پینگ داد به غیر از یک موردش و اگه کنترل کی بزنم میتونم ازش تست سرعت بگیرم. سرعت اینترنتی که من الان دارم استفاده میکنم حدوداً 8 مگابیت هست و از آسیاتک هستش، ولی من امتحان کردم روی تمامی دیتا سنترها، ایرانسل، همراه اول، رایتل، مخابرات به صورت خیلی عالی جواب میده. فقط یه نکته ای که ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چرا سرعتش الان پایینه،
شما باید یک سری کارها روی سرور انجام بدید. نیاز به یک سری کارها هست که باعث میشه سرعت این کانفیگ هاتون بالا بره که توی آموزش های بعدی یک آموزش اختصاصی برای همین موضوع قرار میدم که چطور سرعت کانفیگ هامون رو زیادتر بکنیم. خب میبینید که این کار رو انجام دادیم و مثلا برای من روی آسیاتک این کانفیگ 4 سرعت بیشتری نسبت به بقیه داره. شما توی پنل مرزبان میتونید روی حالت دارک مود و نایت مود بذارید. میتونید روی گزینه های دیگرش هم کلیک بکنید که توضیحات خاص خودش رو داره که توی آموزش های بعدی بهتون این موارد رو هم توضیح میدم. خیلی ممنونم که این آموزش رو تا انتها دیدید. پیشنهاد میکنم کانال رو سابسکرایب بکنید، چون این آموزش های بعدی و تکمیلی تری هم داره که براتون قرار خواهم داد و میتونید آموزش های قبلی اون رو هم ببینید که بدونید سرور مجازی از کجا تهیه بکنید و اگر که VPN میفروشید حتما این آموزش VPN فروشی که دستگیر شد رو هم ببینید که از مشکلات این کار هم آگاه باشید. متشکرم از شما. شب و روزتون فوق العاده.